دوستان عزیزی که ما رو همراهی میکنید. ما امروز در این جلسه میخوایم یه سری از تحلیل های آماری رو روی داده هامون یاد بگیریم، مثل آمار توصیفی، یه سری از آزمون ها و حتی مثلا رگرسیون خطی. این ویدیوها به صورت مقدماتی هستن و همینجور که میبینید خیلی مباحث ساده، قابل درکترن، زودتر آدم یاد میگیره. اما خب بعد از اتمام این ویدیوهای مقدماتی ما ویدیوهای تخصصی رو شروع میکنیم که توی دروس تخصصی آمار ببینیم که چطوری میتونیم تمام آیتم هایی که ما توی آمار یاد گرفتیم و رو داده های واقعی تو محیط آر اجرا کنیم، مثل حالا کنترل کیفیت، پیوسته، طرح آزمایش، همه نکاتی که تو این دروس یاد گرفتیم و به صورت تخصصی ویدیو میذاریم، پروژه با هم دیگه انجام میدیم تو این محیط. اما فعلا این ویدیوها مقدماتی هستن برای آموزش. امیدوارم که از الان از این ویدیو خوشتون بیاد و سابسکرایب یادتون نره. همینطور که میبینید من یه سری داده وارد کردم که اسم داده‌امو گذاشتم مای دیتا. من توی جلسات گذشته یه جلسه راجع به ورود و خروج داده با هم صحبت کردیم که داده‌امون رو میتونیم به چه روش‌هایی بارگذاری کنیم یا فراخوانی کنیم داخل آر. همونطور که میبینید من دیتا فریمم اونجا یاد دادم. حالا من با استفاده از دیتا فریم، چون چند تا گروه داشت داده ها، مثلا 10 نفر بودن، بعد جنسیت هاشون متفاوت بود، بعد مثلا می‌خواستم ببینم که هر فرد مثلا نفر اول تو چه گروهیه، نفر دوم تو چه گروهیه، نفر سوم تو چه گروهیه تا نفر دهم، بعد مثلا سنشون و اینا رو، همه اطلاعاتشون رو داخل آیتم های مختلف بود. برای همین من از دیتا فریم استفاده کردم. اینجا رو دیگه توضیح بیشتر نمیدم چون تو ویدیوهای گذشته هستش. خب حالا ما هم روی این داده یک سری کار انجام بدیم. نکنید این کد اولی که دستور اولی که من زدم استراکچر هستش، خب که با str نشون میدن، اما کلمه اصلی استراکچر هستش. برای بررسی ساختار داده هاست که به ما بگه نامریکه، کاراکتر چیه. خب ما اینو اجرا میکنیم، همونطور که میبینید میاره کدوما کاراکترن، کدوما نامریکن، ساختار داده ها رو میاره. خب سامری چیه؟ سامری یه خلاصه آماری از داده ها به ما میده، مثلا میانشون، میانگینشون، چارک اولشون، چارک سومشون، کمترین و بیشترین مقدار، مینیمم و ماکسیمومش. خب همونطور که میبینید من اینو اجرا کردم سامریو و اوورد برای هر گروهمون اوورد که مثلا آیدی بزرگترین عدد چیه، کوچکترین عدد چیه، مثلا بزرگترین عدد 10، کوچکترین عدد 1، میانه و چارک اول و سوم و میانگین و اینا رو بهمون نشون داد. و همینطور برای ایج، برای جنسیت، برای گروه که اینجا دیدین به شکل چون متنی هستش دیگه چارک ها رو نمیتونه اندازه گیری کنه، دیگه متن هستش. بعد برای ایج و اینام که اومده نشون داده. خب پس گفتیم که استراکچر میاد یه بررسی ساختار رو میگه که داده‌های ما چه ساختاری دارن، عددی ان، متنی ان، چطوری هستن، و سامری خلاصه آماری به ما میده. این از این. خب من حالا میخوام داده هامو تبدیل ستون ها به نوع فاکتور، خب مثل گروه یا جنسیت رو میخوام تبدیل کنم. چطوری؟ خب میگم my data my data از علامت دلار استفاده میکنم چون من میخوام یه گروه کنید. علامت دلاری که گذاشتم گروه های متفاوتی که توی اون داده های من هستش آورد. خب من گفتم جنسیت و اون گروه رو میخوام تبدیل کنم. خب جنسیت رو میزنم، خب مساویه as dot factor خب اینم تو ویدیوی قبلی بهتون توضیح دادم. my data
برای گروه هم همین کار رو میکنم. $as dot factor علامت دلار و گروپ اجرا میکنم. همینطور که میبینید اجرا شد. خب فکتور چیه؟ نوعی داده دسته‌بندی شده است. بعد مرحله سوم من میخوام آمار توصیفی انجام بدم روی داده هامون. بکنید این مطالبی که میگم چیزی نداره. ما تو هر ویدیو اومدیم دونه دونه مثلا میانگین اجرا کردن اینا رو سامری و من تو ویدیوی قبلی هم گفتم. کاری نداره، فقط میخوام یه آشنایی که رو داده‌هامون وقتی اصلا میخوایم یه سری اعمال اجرا کنیم چطور هستش. خب نگاه کنید، حالا من میخوام نمره اون افرادی که داشتم و خب روش میانگین بگیرم. پس مرحله اول ما داده هامون رو وارد کردیم. مرحله دوم اومدیم بررسی اولیه داده هامون رو انجام دادیم با همون استراکچر و سامری. بعد مرحله بعدی اومدیم که تبدیل ستونامون به نوعی فکتور خب که اومدیم انجام دادیم. مرحله بعدی من میخوام آمار توصیفی رو بگم. آمار توصیفی مثلا بیام میانگین و انحراف معیار داده هامو به دست بیارم. خب من اینجا میخوام روی نمرات اون افراد این کار رو انجام بدم. خب مین گفتیم میانگین رو با مین انداز میگیم، پرانتز رو باز میکنید. مای دیتا، شما ستون نمرات رو میخواید دیگه. مای دیتا، خب علامت دلار رو میذارید. وقتی گفتیم میخوایم به یک ستون دسترسی پیدا کنیم خب نمرات رو میزنیم، اجرا میکنیم. خب میانگین رو به دست آورد. خب حالا میخوایم انحراف معیار رو به دست بیاریم. با SD نشون میدیم. $, my data علامت $. خب نمرات. بعدی ما میخوایم بیایم مقایسه میانگین بین گروه ها و جنسیت هامون انجام بدیم. خب با دستوری به نام aggregate استفاده میکنیم. میخوایم مقایسه میانگین رو انجام بدیم. یعنی چی؟ اگر بخوام یک توضیح من برای این قسمت بگم، این کد در آر به ما چی میگه؟ این کد به آر میگه که برای هر گروه یا جنسیت میانگین نمرات رو حساب کن. یعنی به ما کمک کن تفاوت اولیه بین دسته ها رو ببینیم. خب من میخوام اینجا بین نمرات و گروه ببینم.
جا میخوام ببینم میانگینو. خب اجرا میکنم. آها نکنید اومد گفتش که تو گروه آ کسایی که افرادی که گروهشون آ بوده، خب میانگین نمراتشون 69/25. اونایی که توی بی بودن میانگین نمراتشون 82 و اونایی که توی گروه سی بودن افراد میانگین نمراتشون 90. به ما اینو گفت. خب حالا شما میتونید بر اساس جنسیت حساب کنید، یعنی من همینو به جای گروه از بیام نمرات رو بر اساس میانگین نمرات بر اساس جنسیت بسنجم. اجرا کنم. خب نگاه کنید، ما گفتیم جنسیت زن و مرد بودن. خب میگه اونایی که زن هستن میانگین خانم هستن میانگین نمراتشون 79/2 و اونایی که آقا هستن 79/4 میانگین نمراتشون، یعنی بر اساس جنسیت اومد افراد رو جدا کرد. بعد گفت حالا افرادی که تو گروه خانوما هستن چقدر میانگین نمراتشون، میانگین نمرات تو گروه خانوما چقدر، تو گروه آقایون چقدره. پس ما با این دستور، با این کد به این نتیجه میرسیدیم که بیام بین دو تا گروه بخوام میانگین رو اندازه گیری کنم. خب بعدی آزمون فرضیه ها هستن. ما میخوایم آزمون تی برای مقایسه نمره های مردان و زنان انجام بدیم. خب میایم از آزمون تی تست استفاده میکنیم. از آزمون تی تست استفاده میکنیم. خب گفتیم چی؟ میخوایم نمره های مردان و زنان، یعنی ما با گروه نمره ها و جنسیت اینجا کار داریم. و دیتا همونم که اسمش مای دیتا هستش. اجرا میکنیم. خب آزمون تی رو برای ما انجام داد. بخوام یه توضیح راجع به آزمون تی بهتون بدم. خب این قسمته. این تست بررسی میکنه که آیا میانگین نمره مرد و زنها با هم فرق معناداری داره یا نه. خب اگر پی ولیوم کوچکتر از 500 بود یعنی تفاوت قابل توجهه. خب اینجا پی ولیو ما حالا من بخوام بگم 9/10. حالا من اینو در نظر بگم 9/10. خب گفتیم اگر پی ولیو کوچکتر از 500 بود یعنی تفاوت قابل توجهه. خب کوچکتر از 500 نیستش. خب بعد نگاه کنیم برای زنها 79/2 بوده، برای مردا 79/4 بوده، یعنی تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن. از روی پی ولیو هم شما میتونید بفهمید، از بین مقایسه میانگین هم میتونید بفهمید. گفتیم که قانون اگه پی ولیو کوچکتر از 500 باشه یعنی تفاوت قابل توجه. اینجا پی ولیومون کمتر از 500 نبود، اومدیم میانگین هر گروه هم با هم مقایسه کردیم، دیدیم این 79/2 این 79/4 یعنی تفاوت چندانی با هم ندارن. خب حالا میخوایم تحلیل واریانس بین گروه ها رو انجام بدیم. تحلیل واریانس بین گروه ها یا همون آنووا. حالا ما تو ویدیوهای بعدی که دیگه میریم بخش تخصصی میشینیم آنووا رو خیلی مفهومی تر دقیق تر توضیح میدیم که دیگه قشنگ مفهوم و اینا کامل با هم دیگه هماهنگ باشه. خب میخوام تحلیل واریانس یا همون آنووا رو بین گروه هامون انجام بدم. میگم آنووا
اسمشو میخوام بذارم آنووا مثلا. میام مساوی رو قرار میدم، میگم آنووا نمرات گروپ و دیتا های ما اسمش هست مای دیتا. خب پرانتز رو میبندم، اجرا میکنم. ببخشید من اینجا نباید آنووا بزنید، اشتباه تایپ کردم. خب اجرا شد. حالا سامری میگیرم، از این کپی پیست. خب اومدیم سامری گرفتیم، به ما درجه آزادی رو گفت که بعدها تخصصی تر بهتون توضیح میدیم. میانگین رو گفت، انحراف معیار رو گفت، بعد و همینطور که میبینید بهمون نشون داد. پس ما هم آزمون چی رو انجام دادیم، هم تحلیل واریانس. خب آنووا چیکار میکنه؟ میاد مقایسه میکنه ببینه آیا میانگین نمرات در آنووا با هم فرق دارن یا نه. اگر مثلا گروه A باشه، گروه B باشه، گروه مثلا C باشه، اینطوری. بعد اگرم پی ولیو کمتر از 500 باشه یعنی حداقل 2 تا گروه تفاوت معناداری دارن. خب ما اینجا داریم میبینیم که بر حسب پی ولیومون که چطور هستش. اگر کمتر از 500 باشه یعنی حداقل 2 تا گروه تفاوت معناداری با هم دیگه دارن. خب حالا اگر بخوام رگرسیون خطی انجام بدم، اسمشو دل بخواهی دیگه، هرچی بخواید میتونید بذارید، من مدل میذارم. برای رگرسیون خطی ما از LM استفاده میکنیم، یعنی دستورش LM هستش. خب نمرات ایج سن. خب و دیتا هامونم که اسمش هست مای دیتا. دیتا. خب پرانتز بسته اجرا میکنیم. خب اجرا شد دستورمون. حالا میایم یه سامری میگیریم. سامری میگیریم چی؟ از مدل. اجرا میکنیم. خب ببینید به ما مینو ماکس رو داد، میانه رو داد، چارک اول و سوم رو داد.
رگرسیون خطی بررسی میکنه رابطه بین دو متغیر چطوره. خب اینجا بررسی میکنیم که آیا سن دانشجو روی نمره اون تاثیر داره یا نه. پس ما اومدیم نمره رو با سن سنجیدیم، بر حسب سن سنجیدیم. خب توی سامری که گرفتیم ضریب ایج یا همون ضریب سنمون و مقدار پی ولیومون مهمه. اگه کمتر از 500 باشه یعنی سن اثر داره، اگر کمتر از 500 نباشه یعنی سن توی نمره تاثیرگذار نیست. خب گفته که وقتی سن 0 باشه نمره پیش بینی شده برابر منفی 61.28. در عمل معنی خاصی نداره چون سن 0 غیر واقعیه. خب ولی لازمه که تو معادله ما باشه. خب گفته که برای هر 1 سال افزایش سن نمره حدود 6.44 یا 449,000 واحد زیاد میشه. خب پس پی ولیو ما نگاه کنید اینجا ما گفتیم اگه کمتر از 500 باشه یعنی تفاوت هست دیگه. چون اینجا پی ولیو ما کمتر از 500 یعنی چی؟ یعنی سن تاثیر معناداری داره روی نمره. یعنی سن روی نمره، سن افراد روی نمره‌ای که میگیرن تاثیر داره. این از این پس رو می‌خواستیم متوجه بشیم. خب برای خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. این مطالب در آینده قراره خیلی تخصصی تر توضیح داده بشه. من چون وارد توضیح تخصصی تر نشدم اینو در نظر گرفتم که افرادی در جمع ما هستن که مطالب آماری که میدونن خیلی محدودتر هستش، هنوز آشنایی کامل ندارن. خواستم یه چیزی باشه که برای همه قابل درک باشه. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.